دوستان عزیز، برگردیم به سراغ بعضی از کامنت هایی که من گرفتم راجع به دین زرتشتی، چون به نظر میاد که دوستان به خصوص دوست عزیزم آقای یوسف عزیز بر این باورن که من اینجا به ترویج دین زرتشتی دارم ادامه میدم، که به هیچ وجه این گونه نیست. همونطوری که بارها گفتم، امروز هم گفتم، باز هم میگم، من انسان مذهبی به هیچ وجه نیستم و هیچ گرایشی به دینی به عنوان یک دین ندارم. به باورهای زرتشت من احترام بسیار میذارم و گرایش دارم به اون باورها، چرا که اصول این باورها رو اصولی خردگرایانه میبینم و اصولی که 3700 سال پیش، زمانی که مردم اون گونه رفتار میکردند و اون گونه میاندیشیدند، یک شخصی با این بینش بسیار بالا اومد و جامعه رو به طرف نیکی و خوبی و شادمانی هدایت کرد و هدایتش اونگونه نبود که دست و بال مردم رو برای پیشرفت ببنده، بلکه آزاد گذاشت برای پیشرفت و برای نوآوری و توصیه کرد این نوآوری رو. در نتیجه با این اصولیه که واقعا من به عنوان یک انسان میتونم درکش کنم و قبولش کنم. اگر من راجع به دین زرتشتی به نیکی یاد میکنم، به چند دلیل. یکی واقعا همین نیک بودن این اندیشه است که بگذریم از چیزهایی که در این باور، در این دین و آیین رخنه کرده در طول هزاران سال. اصولش رو وقتی برمیگردین نگاه میکنین، اصولی بسیار خردگرایانه، انسان دوستانه و عمل بر مبنای عمل هست که با اندیشه من خیلی هماهنگی داره و من میتونم قبولش بکنم و بپذیرمش. همونطوری گفتم، اینی که بیاین شما ادیان مختلف که میان و راه رسیدن به خدا و رستگاری رو پیوستن به این دین و این آیین و این باور فقط میدونن و دیگران رو جهنمی میدونن، برای من برای اندیشه من قابل درک نیست و نمیتونم درست بدونمش. ولی وقتی که زرتشت میاد و از نیکان به عنوان دینی که دارن اصلا یاد نمیکنه، به عنوان عملهایی که انجام دادن، کسانی که نیکندیشان، کسانی که نیک کردار هستن، اونها رو ستایش میکنه و کسانی که به پلیدی میگربند رو ندامت میده. این به نظر من برای یک جامعه سرمشق بسیار بزرگ و خوبی هست. در ادیان دیگر این گونه نیست. درسته که به همشون رفتار نیک رو توصیه میکنن، ولی بالاتر از اون باورها رو میدونن. باور چیزی که شما رو به رستگاری میرسونه. در نتیجه همونطوری گفتم، در دین اسلام شما میتونید یک باورمند ایماندار مسلمان باشین و بر اساس اون ایمانتون گردنهای زیاد بزنید، زنهای زیادی رو بهشون تجاوز کنید، کنیزه های زیاد داشتین، در جنگ ها زنان رو به اسارت بگیرید و به عنوان یک آلت جنسی ازشون استفاده کنید و خیالتون راحت باشه که به بهشت خواهید رفت، چرا که شما باورتون باور اسلامیه. این اصلا با اندیشه من به هیچ وجه نمیتونه درست باشه. در نتیجه به هیچ وجه من نمیتونم این رو قبول کنم. حالا اگر باور بر این که چرا در یک خانواده مسلمان اگه به دنیا آمدی باید این باورها رو داشته باشی، یا در یک جامعه مسلمان یا در کشور مسلمان، متاسفم این شدنی برای من نیست. شما اگر این گونه فکر میکنید و میگید من در یک خانواده یهودی به دنیا آمدم پس باید یهودی باشم، بسیار عالی. ولی چیز مهمتر چیه؟ طرز رفتار انسان ها. طرز رفتار انسان ها هم همونطوری گفتم ادیان مختلف توصیه های مختلف دارن. ادیان انسان دوست بسیار وجود داره، همه انسان دوست هستن، ولی برخی از این ادیان انسان دوستی رو مختص میدونن به انسان هایی که به این باور رو آوردن و دیگر انسان ها رو
کمتر میدونن و دست دوم میدونن و میبینیم که حتی گرفتن اسیر و غلام و غلام بچه و همه اینها رواست برای اینکه اینها مسلمان نیستند. خب این واقعا اگه با روحیه شما و با اندیشه شما جور در میاد قبولش دارین بسیار. ولی اگر بیاندیشید به چه چیزهایی باور داریم، ما اسمش رو میذاریم من مسلمان به دنیا آمدم پس مسلمان هستم. اگه بشینیم نگاه کنیم به این مسلمان بودن یک شخص، مستلزم این که به چه چیزهایی باور داشته باشی. اگر به اون چیزها واقعا باور دارین بسیار خوب، شما یک مسلمان واقعی هستید و تا زمانی که این باورهاتون حقوق دیگران رو پایمال نکنه، به دیگران ظلم نکنه، بسیار قابل احترام و هیچ کس حق این که سوال بکنه حتی در مورد باورهای شما نداره. ولی اگر واقعا بشینیم کلاه خودتون رو قاضی کنیم، ببینید که آیا منی که فرضاً خودم رو یهودی میدونم، آیا به این باورهای یهودی باور دارم؟ آیا به این دستورات 613 دستور تالمود باور دارم؟ اگر میگین نه اینی که ما انجام نمیدیم، نه این که دیگه گذشته زمانش، این که دیگه، پس شما چگونه میتونید خودتون یک یهودی واقعی بدونید؟ الان یهودیان جهان بیش از 300 دستور از این 613 دستور رو انجام نمیدن، اصلا غیر قابل انجام میدونن، ولی در این حال میگن اینا دستورات خداییه. چگونه میتونه این دوگانگی وجود داشته باشه؟ اگه دستورات الهیه باید برای ابدیت باشه و باید قابل اجرا باشه. اگر فرزند خودتون رو اگر گستاخی میکنه نمیبرین دم دروازه شهر و بکشید، دستور تالموده. نمیتونید خودتون رو یهودی کامل بدونید. بله میتونید بگیم یهودی زاده هستین، به این رسم و رسوم احترام میذارین و ادامه میدین، ولی نمیتونید خودتون بگین یهودی کامل هستین، چرا که دستورات الهی که در این دین وجود داره انجام نمیدین. اگر شبات رو ملاحظه نکردین یا درست ملاحظه نکردین، سزای شما مرگه. آیا هر شبات رو شما ملاحظه کردین؟ آیا شما کسانی که نزدیکانتون که شبات رو ملاحظه نکردن محکوم مرگ کردید؟ این هم دستور الهیه. چرا انجام نمیشه؟ پس یا باید باور دارین که نه این دستور الهی نیست، یا اینکه بگین دستور الهی هست ولی من انجام نمیدم. هر دو حالتش واقعا یک تداخلی در افکار ایجاد میکنه که باید نشون میده واقعا این ادیان باورها به طوری که به ما رسیده نباید این گونه کورکورانه قبول بکنیم و بگیم من مسلمان زادم پس مسلمانم، من یهودی زادم پس یهودیم، من مسیحیم، یا من انتخاب کردم این دین رو پس با اون آگاهی کمی که واقعا داریم، حتی اگر فکر میکنیم که خیلی آگاهی داریم و اگر فرزند این دوست بسیار خوب ما، فامیل ما که فکر میکنم احساس میکنه آگاهی در مورد دین مسیحیت پیدا کرد که مسیحی شد، این آگاهی رو از کشیش اون کلیسا به دست آورد و آگاهی های پروپاگاندای مسیحیه، واقعیت های تاریخی که نیستند. فرزند این داستان های مسیحیت رو آموخت، گفت پس من مسیحیت رو شناختم، حالا به خاطر فرار از اون دینی که درش زاده شده به این دین رو آورد. بسیار هم خوب، خودش اگه احساس خوبی داره بسیار هم مبارکش باشه. ولی این شخص همون شخص خوبیه که قبلا من میشناختم، هنوز هم همون شخص خوبه، رفتار و کردار بسیار نیک، چه زمانی که مسلمان زاده بود چه زمانی که الان مسیحی هست. چه تغییری در این شخص ایجاد شد؟ فقط یک باوری رو گفت من به این باور ندارم، من به این باور دارم. آیا این باور این شخص رو شخص بهتری کرد؟ به هیچ وجه. این شخص بسیار نیک و خوش رفتار و انسان دوستی بود و هنوز هم هست. اینقدر ما این دین ها رو، این باورها رو جدی نباید بگیریم. من با دوستی در این کریسمس در یک مهمانی داشتم صحبت میکردیم و واقعا رگای گردنش داره میزنه بیرون از دفاع از اسلام و این باورهایی که واقعا بهش با ایمان، به قول خودش به اسمی که دوست داریم استفاده کنیم، ایمان، که واقعا معناش یعنی
باور بدون دلیل، بدون شواهد و کورکورانه. با این ایمان ها واقعا ما باعث میشیم که فقط بین ما انسان ها فاصله بیفته. اگر دین و آیین نشان به ما بده که با دیگران چگونه رفتار بکنیم، باید نگاه کنیم که این دین و آیین به ما چه نشان دادن. فرضاً در دین مسیحیت که من باز هم میگم احترام زیادی براش دارم به خاطر انسان دوستیشون، ترویج دین بسیار بسیار تاکید شده. ولی این ترویج درسته که در طول تاریخ ازش از این سوء استفاده شده و ظلم‌هایی در حق دیگران شده، ولی اصول دینی این باور، این دین، اینی که با محبت، با عشق این دین رو ترویج کنید. این اصول این دینه. در 300 سال اول که اینها یک دین زیرزمینی در این امپراتوری روم بودن، این گونه به هم همبستگیشون رو نشون دادن، با لطف و محبت و انسانیت به همدیگه و به دیگران، و این لطف و محبت رو به خودشون خلاصه نکردن، اجازه دادن به مسیحیان. توصیه میشد که به هر کسی که احتیاج به نیاز داره به کمک شما کمک کنید. و مسیحیان اون دوره کسانی شده بودن که مستضعفین بهشون رو می آوردند برای کمک، و این گونه است که تعدادشون رو زیاد کردن تا حدود 10% از جمعیت امپراتوری روم مسیحی شد، وقتی که یک دین زیرزمینی بود. حتی با عشق و محبت، این بود اصول دین مسیحیت. این رو باید قبول کرد و بهش احترام گذاشت. حالا آیا در دوران بعد با همین اشاره به ترویج دین ظلم و ستم به دیگران کردند؟ بله کردند. ولی آیا این میشه گردن مسیحیت انداخت یا دست کسانی که مسیحی بودند؟ مردم هر کاری میکنن، نمیشه انداخت کردن دین و آیینشون. باید ببینیم که این کاری که دارن میکنن در ریشه اون دین و آیین بوده یا نبوده. گرایاندن افراد به مسیحیت با زور و شمشیر در ریشه دین مسیحیت نبوده. در ریشه دین مسیحیت محبت و انسانیت بوده. این یک واقعیت و به همین دلیل احترام زیادی من به این دین و آیین دارم. باز هم با وجود دونستن تمام خرافات و تمام داستان‌های ساختگی که در این دین وجود داره و با دونستن تاریخ واقعی این دین، باز احترام قائلم برای رفتار و کردار و شخصیت این دین. در اسلام که در قسمت جهان که ما مردم ایرانی در اونجا هستیم غالب شده، این گونه نیست. ما باید به این واقف باشیم. اسلام واقعی همونیه که 1400 سال به ما نشان داده شده. نذاریم این کسانی که اسلام گرایانی که به دلایل مختلف خیلی علاقه به این دارن که اسلام رو یک گونه دیگری به مردم نشان بدن، آگاه باشیم، خردگرا باشیم و با آگاهی بدونیم که این کاری که اینها دارن سعی میکنن بکنن اشتباهه. و به نظر من بزرگترین ضرر رو به جامعه های امروزی کشورهای اسلامی همین اسلامگرایان روشنفکر میکنن. چرا که با اون روشنفکری که دارند و با اون ادعا به روشنفکری که دارن، به برخی از مردم این رو میخورونند که اسلام واقعی این نیست. من متاسفم اینو بگم که اسلام واقعی همینیه که داعش داره انجام میده، همون گونه است که در پاکستان داره انجام میشه. هفته گذشته یک بچه 3-4 ساله رو دار زدن که سنی های پاکستان، که چون پدر و مادرش شیعه بوده. آیا فکر میکنه اون کسانی که این بچه رو به دار آویختند احساس گناهی دارند؟ به هیچ وجه. آیا فکر میکنه که اینها انسانهای بی وجدانی هستند؟ باز هم به هیچ وجه. اینا وجدان دارن. وجدان ما ساخته شده از باورهای ماست. وقتی باورها غلطه، وقتی باورها غیر انسانیه، اون وجدان تأثیر گرفته از این باورهاست. وجدان کسی که میاد، اون داعشی که میاد سر یک شیعه رو میبره، سر یک مسیحی رو میبره، به یک دختر مسیحی در خیابان تجاوز میکنن، میکشنش میبره توی خونه، چند نفری بهش تجاوز میکنن، آیا فکر کنید وجدان این شخص اصلا آلوده شده یا خطی بهش وارد شده؟ به هیچ وجه. چون اون
وجدانشون بر اساس این باورهاست که اینا کافرن، شما حق دارین هر کاری با اینا میخواین بکنین بکنین، طوری که در صدر اسلام انجام شد. به عقیده من دوستان اسلامگرا که در جاهای مختلف با استفاده از تریبون‌های مختلف سعی بر این دارند که اسلام رو دوستانه، انسان دوست و یک دین صلح طلب نشون بدن، فقط دارن مردم رو گمراه میکنن، یا خودشون آگاه نیستن و واقعا این پروپاگاندای دینی به اونها غالب شده، یا آگاه هستند ولی مسائلی پشت پرده است که منافعی پشت پرده دارن که باید این گونه رفتار کنن، یا واقعا خودشون شخصیت بسیار والایی دارن، یک انسان‌های بسیار والایی هستن که بیچاره‌ها they happen to اتفاقی در یک خانواده مسلمان به دنیا اومدن و حالا وظیفه خودشون میدونن که از این باورها دفاع کنن. آیا من دارم میگم که مسلمان‌ها همه این گونه هستن؟ به هیچ وجه. من افتخار میکنم به اون 1.6 بیلیون یا میلیارد مسلمانی که در جهان هستن و صلح طلبانه و واقعا انسان دوستانه دارن زندگیشون رو میکنن. ولی نباید فراموش کنید که یاد داده های این دین این گونه نیست. عذر میخوام، من راجع به رفتار مسلمان ها اصلا صحبت نمی کنم، چون رفتار مسلمان ها هم مثل رفتار دیگر انسان ها خوب و بد داره. بعضی از انسان ها انسان دوست و مهربان، بعضی هم واقعا پلید و خیلی غیر انسانی رفتار میکنن. عذر میخوام. در این 1.6 بیلیون مسلمان یکی از کارهایی که این مسلمان ها میکنن، این اسلام گرایان میکنن، اینه که تا نقدی از اسلام میخوایم بکنیم فوری میگن یعنی شما دارین 1.6 بیلیون مسلمان رو متهم میکنین، شما دارین میگین اینا همه تروریستن، اینا همه به هیچ وجه. کی همچین کاری میخواد بکنه؟ 1.6 میلیون انسان دوست وجود داره که در کشورهای مسلمان، در خانواده‌های مسلمان به دنیا آمدن. من حرفی که میزنم و واقعا بهش ایمان دارم اینه که اصول اسلامی اصول غیر انسانیه. چرا میگم؟ برای اینکه وقتی شما انسان‌ها رو بر علیه همدیگه برمی‌انگیزین و به خاطر باورهاشون محکوم میکنین، گردن میزنین، میکشید، کنیز جنگی میگیرین، کنیزهای جنسی میگیرین، غلام میگیرین و اسیران جنگی میگیرین، صرفا برای اینکه اینها از همباوران شما نیستن، این عمل بسیار غیر انسانیه و این عملیه که در اسلام رواج داشته و داره. اینو نمیتونید شما پنهان بکنید. شما وقتی که آیینی دارین که خود پیامبر اون آیین افرادی که نقد میکردن گفته های این شخص رو و بر علیه باورهای این شخص شعر میگفتن رو محکوم به مرگ میکنه و گردن میزنه، نمیتونید توقع داشته باشین جامعه‌ای داشته باشین که آزادی کلام درش باشه، آزادی بیان درش باشه و در ضمن اسلامی هم باشه. آخه نمیشه دو طرف داشت و هر دو هم نگه داشت. باید قبول بکنیم که بعضی از باورها حتی اگر از خانواده ما به ما رسیده، حتی اگر 1400 ساله در اون مملکت وجود داشته، میتونن غلط باشن. چرا این برای ما اینقدر سخته که بگیم یک باور غیر انسانیه؟ این باوریه که انسانیت رو ترویج نمیکنه، بر علیه انسانیته. چرا برامون باید اینقدر سخت باشه؟ چرا اینقدر باید بهمون بر بخوره؟ چرا اینقدر باید احساس کنیم که باید دفاع کنیم و اگر کسی هم این حرفو میزنه باید محکومش کنیم و بهش حمله بکنیم؟ شما وقتی که فرضاً دینی هست که شخصی مثل سلمان رشدی فرضاً چیزهایی رو که در لااقل 7 کتاب موثق تاریخی اسلامی به دست خود اسلامیان نوشته شده به عنوان تاریخ اسلام و اونها رو میاد بازگویی میکنه و براش فتوای مرگ میدن، چرا؟ برای اینکه این روش پیامبر اسلام هم بوده. فتوای مرگ میدن، میگه آقا برین اینو بکشید، سربرنیستش کنید. چرا شعر تمسخرآمیز در مورد پیامبر و باورش نوشته؟
آیا این رو ما میتونیم یک چهره انسانی بهش بدیم؟ کسانی که به این دین گرایش پیدا کردن و ایمان دارن به قول خودشون، وقتی میریزن تو خیابون و تظاهرات میکنن و میزنن و میشکنن که چرا فرضاً فلان کاریکاتور در فلان روزنامه چاپ شده، آیا میشه بهشون خورده گرفت؟ این یادداده دینیشونه. نمیتونی شما بگین چرا اینگونه رفتار میکنی وقتی که یادداده دینی شما اینه. این یادداده دینیه که باید زیر سوال بره. ولی ما خیلی از ما جرأت این کار رو نداریم. شجاعت اینه که بیایم باورهامون رو بذاریم جلومون و بدون تعصب نگاه کنیم و اگر غیر انسانی هستند نقدشون بکنیم و بگیم زمانش گذشته، این قدرت و این شهامت رو نداریم. در نتیجه یک جوری میخوایم ماسمالی کنیم، یک جوری میخوایم ماله کشی کنیم و تا زمانی که این عمل داره انجام میشه متاسفانه این گونه باورها هم ادامه پیدا میکنه. شما فکر میکنین که دلیل این که فرضاً در کشور ایران حق دارن میان همسایه شما رو که یهودیه یا مسیحیه یا بهاییه به هر بهانه‌ای میگیرن میرن و مردم اون محله شورشی به راه نمیذارن، نمیان دم در اون مکان و اعتراض خودشون رو اعلام بکنن؟ چیه؟ البته این عمل داره شروع میشه. خیلی خوشبختم از این، خیلی خوشحالم از این که میبینم واقعا این جدایی های دینی داره کم 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 لااقل در قشری از جامعه ایران از بین میره و میبینیم که فرضاً با یک شهروند بهایی صرفا برای اینکه بهاییه وقتی بدرفتاری و ستم میشه، میبینیم که چقدر از قشرهای مختلف جامعه بلند میشن و اعتراض خودشون رو اعلام میکنن. این واقعا قابل ستایشه و یک نمایانگر یک تحول بسیار خوبیه در مردم ما. این رو شما 25 سال پیش نمیدیدید. 25 سال پیش مردم خیلی خیلی گوسفند وارتر رفتار میکردن. اگر میومد فرضاً این گروه پاسداران، بسیجی ها، هر کسی میومدن میریختن در خونه یک شخصی به خاطر باورهای دیگر باوریش یا دیگر اندیشیش و میگرفتن میبردن، همسایه ها همه در رو میبستن، خوشحال بودن که سراغ ما نیومدن، به خیر گذشت. الان دیگه این گونه نیست. میبینیم که واقعا از قشرهای حتی روحانیت، کسانی که انسانیت رو بالاتر از روحانیت قرار دادن، میبینیم که شکایت میکنن و این اعمال رو زیر سوال میبرن. چرا که اونها انسانهایی هستن که با وجودی که روحانی هستن و در اون قشر روحانی به دنیا آمدند و این گونه جامعه میبینتشون، انسانیت رو فرا روحانیت گذاشتن و به انسانیت اون احترامی که باید گذاشته بشه رو دارن میذارن و این یک تحول بسیار خوبیه در کشور ما. واقعا علائم که خردگرایی بر خرافه گرایی داره چیره میشه کاملا واضحه. این ممکنه که مدت‌های طولانی طول بکشه، ولی من یقین میدونم هیچ بیگمان روند کنونی جهان بر اینه که خردگرایی بر خرافه گرایی چیره بشه و این اینترنت و این رسانه های عمومی و این سوشال میدیا واقعا داره رول بسیار بزرگی رو ایفا میکنه و همینه که میبینید در کشورهایی مثل ایران و چین و کشورهای اینگونه چقدر سعی میکنن جلوی این رسانه ها رو بگیرن، جلوی این سوشال میدیا رو بگیرن. تا حدی هم موفق هستن. کسانی که این مقدار در رفاه بیشتری در زندگی میکنن میتونن فیلتر شکن و با این و اون وسایل مختلفی که وجود هست باز وارد این میدیاها بشن، ولی قشر بزرگ کشور که مثلا باید برن به این کافی نت ها سر بزنن، اونا همه بلاک هستن، اونا همه قفل شده و در دسترسشون نیست. چرا؟ برای که این درک کردن که خطر اصلی از خود مردم میاد، از آگاهی مردم میاد. خطر اصلی که مواجه میشن این رژیم های مستبد
که بر اساس خرافه بنا شدن و پایه هاشون، اصولشون روی شونه کسانی هست که این خرافات رو قبول کردن. خب اینا اگه بخوان اجازه بدن که این خرافات کم کم از این جامعه بره بیرون، میدونن که پایه های خودشون رو سست کردن، در نتیجه جلوی این رو میگیرن تا اونجایی که میتونن. آیا موفق خواهند شد؟ من بعید میدونم. چرا؟ با این رشد سرسام‌آور این رسانه های عمومی و این سوشال میدیا و اینترنت، روز به روز من یقین دارم که آگاهی جوانها بیشتر و بیشتر میشه و با داشتن اون آگاهی از خرافهشون کمتر میشه و با نداشتن اون خرافه از این باوری که به این گونه دستگاه های حکومتی دارن کم میشه و این دستگاه های حکومتی سست میشن و از هم میپاچن. حالا ما امیدوارم که دیگه در تحول بعدی ایران آگاهانه رفتار کنیم و صرفا نگیم این بده 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 بده، حالا چی خوبه چیزی نداریم جلو رو. ما الان نگاه بکنیم اینو که رسانه های عمومی همه متفقاً دارن نشون میدن که این رژیم چقدر بده، هم میدونن. ولی وقتی میرسیم سر خب حالا چیکار، راه آینده چیه، چند دستگی و نفاق بسیار زیاده. چرا؟ برای که راه مشخص نیست. هیچ کس راه رو مشخص نکرده. که همه میگن دموکراسی، خب یه کلمه دموکراسی میگن فکر کنم مسئله حله. تا این فرهنگ در ایران غالبه دموکراسی نخواهد بود. باید این فرهنگ بره، این فرهنگ خرافه‌گرا و این فرهنگ ضد انسانی بره تا بتونه مردم سالاری حکم کنه. مگه مردم سالاری بود شما به هیچ وجه نمیتونید به یک شهروند کشورتون توهین یا ستمی بشه صرفا برای اینکه تعلق داره به یک گروه باوری دیگه، نه به خاطر اینکه عمل غلطی انجام داده، نه به خاطر اینکه خلافی انجام داده. البته اون خلاف‌ها و غلط‌های عمل رو بهشون میبندن، ولی اونها بهانه هستن. همه میدونن در ایران که اینها دنبال بهانه میگردن که این کسانی که به غلط بهشون میگیم اقلیت‌های دیگر اندیشان، کسانی که به باورهای دیگه باور دارن، هر چقدر هم انسان‌های خوبی هستن، چون به باور دیگه عقیده دارن، اینا دشمنان این رژیم و دین هستند. در نتیجه ظلم کردن بهشون اصلا نه گناهیه، نه وجدان کسی رو ناراحت میکنه. این روندی که داره در ایران عوض میشه خوشبختانه نشانه بسیار خوبیه. امیدوارم که این روند در سال 2015 ادامه پیدا بکنه و این آگاهی فرهنگی مردم روز به روز بالاتر بره و این از این خرافه گرایی که فعلا در قشر کمی از مردم ایران واقعا سلطه داره و اون همون قشر کم کسانی هستن که ستون این حکومت رو محکم نگه داشتن، اینها آگاهتر باشند، آگاهتر بشن و انسان دوستتر و باعث بشه که واقعا در آینده کشور ما یک رژیم انسان دوست و مردمی به وجود بیاد. و خیلی خوشحالم از اینکه بگم تحولاتی در این زمینه هم داره رخ میده که یکی از اونها رو من واقعا پسم نمیخوام زیاد توش برم، ولی شخص بسیار دانشمند و آگاهی در صدد تهیه یک قانون اساسی برای ایران آینده اومدن که بیشتر از این نمیخوام راجعش صحبت کنم تا بیاد بیرون و بشه مطالعهش کرد و نقدش کرد و خوبی و بدیش رو دید. ولی این گونه قدم هاست که برای ایران آینده مفیده، راهیابی برای آیندهمون، نه اینکه بشین بگیم این بدن، اینا بدن، اینا بدن، اینا بدن، اینا دارن میخورن، اینا دارن میچاپن. همه میدونن این رو. چه کار باید کرد؟ باید آگاه بود، باید فرهنگ سازی کرد، باید زیربنای. ببینید فکر نکنید که باید منتظر باشیم یه روز یک رژیمی بیاد و این رژیم بره. کار از هر روزه، کار اصولی باید هر روز انجام بشه و اون فرهنگ سازی، اون زیربنای دموکراسی در ایران باید ایجاد بشه. اگر اون زیربنا نباشه، مثل تحولات دیگری که در کشورهای دیگه بوده، میبینیم که دوامی نخواهد آورد. با وجودی که این همه کارناوال را میندازن و این همه جشن و سرور که دموکراسی به این کشور اومد، میبینیم که چه بلایی سرشون میاد بعد از اندکی. چرا که اون
پشتوانه فکری یا اون فرهنگ مردم سالاری در اون کشورها هنوز به وجود نیامده. امیدوارم که کشور ما بتونه این فرهنگ مردم سالاری رو در خودش ایجاد بکنه، همونطور که داره ایجاد میشه. بدون شک، بدون گمان این فرهنگ داره در مردم ایران ایجاد میشه و این رو هر سال بیشتر از سال پیش ما میبینیم که چگونه مردم دیگه به این فرضاً 30 سال پیش، 25 سال پیش، اوایل انقلاب، این دیواری که بین مردم برای ادیان مختلف کشیده شده بود خیلی راسخ وجود داشت، ولی الان میبینیم که مردم حتی به چقدر واقعا به ادیان مختلف احترامشون بیشتر شده، به اندیشه های مختلف احترامشون بیشتر شده، چرا که دریافتن که این باورهای مردم قابل احترام هستن و باید بهشون احترام گذاشت تا زمانی که این باورها تبدیل به اعمالی که ضد انسانی هستن نشه. در نتیجه اگر شخصی میخواد بگه من مسلمانم ولی رفتارش یه رفتار انسانیه، انسان دوستان است، با دیگر باوران خوش رفتاری و به صورت انسانی رفتار میکنه، هیچ جای سوالی برای کسی نباید باشه چرا این شخص فرضاً به این باور یا به اون باور داره. ولی باید یک بار دیگه بگم من خیلی امیدوار نیستم به این که یک دیدگاه مسلمان بتونه این گونه رفتار بکنه، فقط به خاطر اینکه ریشه های اسلام رو این گونه من دیدم، گونه ای که ستیزگری درش زیاده، گونه ای که ظلم و ستم به دیگران رواست، گونه ای که جنگیدن و کشت و کشتار درش حلاله اگر در راه خداست، خدای اونها. در نتیجه وقتی این گونه اندیشه هست خیلی سخت میشه با یک همچین اندیشه هایی یک اندیشه دموکراسی رو پروروند. به همین دلیله که من واقعا باور به این دارم که ما وظیفمونه که اسلام رو اون گونه‌ای که هست، نه اون گونه‌ای که دل بعضی ها میخواد نشون بدن، اون گونه‌ای که هست به مسلمانان ایران لااقل بتونیم بشناسونیم تا با درک بالاتر، با شناخت بالاتر راجع به این فرهنگ و تمدنی که درش به خودشونو بهش متعلق میدونن بتونن یک تعمقی داشته باشن و بتونن با خرد نسبت بهش اندیشه داشته باشن و عمل بکنن. دوستان عزیز، وقت برنامه داره تموم میشه. با سپاس زیاد از تمام دوستان و دوستی که نشون دادین. تا هفته آینده، بدرود.